فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برادرمون که گله کردن لام از سقز پرسیدن که آیا جن میره داخل بدن انسان و با خواندن قرآن بیرون میاد؟ این در واقع جن زدگی یک موضوعی هست که بسیاری امروزه منکر اون هستند، اما وقتی که ما به آیات قرآن برمیگردیم یا اصلا به باور بشریت قبل از اسلام برمیگردیم میبینیم که این موضوع اصلا وجود داشته بود و در تمام ادوار پیامبرانی که از جانب الله متعال اومدند اونها را متهم کردند یا اینکه ساحر هستند یا مجنون هستند و جن زده هستند و الله متعال هم این حکم را بدون این که در هیچ جای اینو تعلیقی بزند که این اصلا امکانی نداره اینو به اصطلاح برای ما نقل کرده که حتی امت‌های پیشین حتی اون کفار قریش رسول الله صلی الله علیه و سلم را متهم کردند و عملا هم واقعا ثابت شده که بسیاری از جنها احیانا انسان‌های مسلمان را مورد اذیت و آزار خودشون قرار میدن و قرآن خوندن شفای هر بیماری هست، خصوصا بیماری هایی که به اصطلاح درونی هستند و روانی هستند. الله متعال این قرآن را شفایی برای تمام دردها قرار داد.